من به عنوان خادم فیلیتان مسئولیت دارم که نگذارم خون و اشک و عرق را که مردم افغانستان طی 20 سال برای تحکیم مردم سالاری، صیانت از نظام و حفظ و تقویه آزادی‌ها و ارزش‌های خود ریختاندند به هدر برود. انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.